عجیب و پر از ابهام. همه چیز از اینجا شروع شد. هلیکوپتر رئیس جمهور در ازدحام مردم که طبق کدوم پروتکل افراد عادی اجازه دارن تا نزدیک هلیکوپتر رئیس جمهور برسن. آقای بعدپاش در آخرین لحظات هلیکوپتر خودش رو عوض کرد و با رئیس جمهور و تیم همراهش در هلیکوپتر قرار نگرفت. غلام حسین اسماعیلی که رئیس دفتر رئیس جمهور هم هست، ایشون هم به شکل عجیبی رئیس جمهور رو همراهی نمیکنه. غروب همون شب اومد اینجا خونه. اون باز اومد 20 دقیقه نیم ساعت نشست. 10 دقیقه نشست. دفعه سوم اومد مادره را بغل کرد. پاهاشو بوسید. بعد اومد منو بغل کرد. خم شد پای منو مثل و یه جور خیلی خاص خداحافظی کنه. ناگهان هلیکوپتر رئیس جمهور ناپدید میشه. بحث تماس تلفنی که ما تماسی گرفتیم روی تلفن همراه خلبانی که تلفن رو به جای کاپیتان مصطفوی آقای آیت الله آلا هاشم جواب دادن. گفتم من حالم خوب نیست و افتادم تو دره و چیز خاصی رو هم بیان نکردن که چی شده است. هیچ کس هیچ چی ندیده بود. دسترسی به منطقه صعب العبوریه و خیلی عجیبه که یک نفر بتونه از اونجا خودش رو به بیرون پرت بکنه، نجات بده و مخصوصاً گوشی تلفن همراه خلبان دستش باشه. چطور امام جمعه گوشی تلفن همراه خلبان دستش بوده و میتونسته ارتباط بگیره؟ احتمالاً باید با این افراد فاصله میداشته که اونها رو نمیبینه. پس نمیشه فرض رو بر این بگیریم که بعد از سقوط هلیکوپتر ایشون تونسته باشه بره اون گوشی تلفن همراه رو پیدا بکنه و تماس بگیره. چطور بقیه دچار سوختگی شدن، حالا چه داخل هلیکوپتر چه بعد از سقوطشون این سوختگی به وجود اومده و ایشون هیچ سوختگی نداره؟ چرا این روایت با این روایت انقدر متفاوته؟ به پهپاد آکانجی ترکیه، جایی که میتونست قدرت پهپادی خودش رو نشون بده، از پهپادها خبری نبود. اول از همه بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح رو میخونم براتون که گفته پهپادهای ایرانی که مجهز به رادار سار بودند در اقیانوس در حال اجرای مأموریت بودند و به دلیل فاصله زمانی تا محل سقوط با درخواست ترکیه برای اعزام پهپاد موافقت شد. با وجود اینکه ترکیه پهپاد مجهز به دوربین‌های دید در شب و حرارتی رو به منطقه اعزام کرد، اما این پهپاد به دلیل نداشتن تجهیزات تشخیص و کنترل نقاط زیر ابر موفق به اعلام دقیق محل سقوط بالگرد نشد و در نهایت به کشور ترکیه برگشت. نهایتاً در ساعات اولیه صبح روز دوشنبه نقطه دقیق حادثه سقوط بالگرد توسط نیروهای امدادگر زمینی و پهپادهای ایرانی نیروهای مسلح که از مأموریت در شمال اقیانوس هند فراخوانده شده بودند کشف شد. پهپاد آکانجی ترکیه هم بعد از پیدا کردن محل حادثه به ترکیه برگشت و یک دور افتخار زد و پرچم ترکیه رو نصب کرد و خیلی تبلیغ زیادی برای خودش کرد که احتمالاً توی فروش این پهپاد یا برندینگ این پهپاد خیلی تاثیر داره و میتونه یک نقطه حقارتبار هم برای ما باشه. این هم توضیح دقیقی از مأموریت آکانجی در ایرانه که از 8 شب که درخواست کمک رو دریافت میکنه تا ساعت 12:45 بامداد خودش رو به منطقه حادثه میرسونه و کمتر از 2 ساعت اساس دقیق اجساد و لاشه هلیکوپتر رو در شب پیدا میکنه. پهپاد ترکی که یک پهپاد جاسوسی بود چطور بدون کنترل نیروی هوایی ایران از ترکیه اومد به محل حادثه، کارش رو انجام داد، حالا یا انجام نداد و دوباره برگشت و توی این مسیر از کلی از نقاط حساس ایران رد شد که میتونست از اونها عکس برداری، فیلم برداری کنه یا جمع‌آوری اطلاعات بکنه که خب خیلی برای امنیت ملی ایران خطرناک بوده. هواپیما میومد و اون رو چک میکرد توی این مسیری که داره میره، یا یک کریدور براش مشخص میکردن که از این کریدور فقط حق داری بیای. بالاخره بعد اون نکات امنیتی هم رعایت میکرد. نیروهای امدادی به سمت اون نقطه رفتن ولی محل حادثه اونجا نبود و یک فاصله 6.5 کیلومتری بین جایی که پهپاد ترکیه اعلام کرد تا جایی که واقعا اتفاق افتاده بود و هلیکوپتر سقوط کرده بود وجود داشت. حضور خبرنگارای ترک که برای CNN داشتن گزارش پخش میکردن، اونم به صورت لایو و زنده دقیقاً قبل از رسیدن نیروهای امدادی ایران روی سر ماجراست. اول اینکه چطور اونجا تونستن اینترنت و اون آنتندهی عجیب رو به وجود بیارن که لایو زنده از محل سقوط هلیکوپتر داشته باشن، اونم قبل از صدا و سیمای ما، قبل از نیروهای امنیتی. یعنی اول توی ترکیه و آمریکا داشت پخش زنده میشد، بعد ما متوجه شدیم که چی شده. این خیلی عجیبه.
اونا نقطه حادثه رو از کجا پیدا کرده بودن؟ عجیبه. و چطور این اتفاق افتاده که پهپاد ترکیه‌ای فاصله رو اشتباه داده ولی فاصله درست رو به نیروهای خودشون یا به خبرنگارای خودشون دادن و اونها رفتن اونجا گزارش رو اول تهیه کردن یا شاید چیزهای دیگه‌ای به دست آوردن. این فاصله زمانی خیلی طولانی واقعا هر اتفاقی رو میتونسته رقم بزنه. اونم وقتی که مثلا گفته میشه که چند نفر زنده‌اند، دارن گرا میدن، دارن میگن ما حالمون خوبه، یا دارن تماس میگیرن و این پیدا شدن اتفاق نمیفته. این خبرنگارها به چه شکل تونستن خودشون رو زودتر از بقیه برسونن؟ با چه وسیله‌ای اونجا اومدن؟ یه خانم بی‌حجاب که خب داره گزارش تهیه میکنه، چطوری تو اون نقطه تونسته حاضر بشه؟ اونم تو همچین فضایی که میگفتن صعب العبوره، دسترسی بهش خیلی سخته، ولی توی عکس‌ها پیکر یک نفر دیده میشه که اصلا نسوخته و با فاصله خیلی کمی از افراد کشته شده هلیکوپتر افتاده. حالا نمیدونیم اون آدم ربطی به هلیکوپتر داشته یا نداشته، چون اصلا از صورتش یا از اون مشخصاتش متوجه نشد کسی که این شخص کیه و چرا اونجا هستش. این خیلی عجیبه. ضمن اینکه سالم بدون اینکه لباسش هیچ مشکلی داشته باشه. بعد امام جمعه تبریزه که چهرش سالم بوده و تونستن عکسش رو نمایش بذارن. پس این آدم کیه؟ اگر اون امام جمعه تبریزه که میگفتن توی یک فاصله افتاده که نمیدونه کجاست و بقیه رو هم نمیبینه و اطلاعی نداره و این نزدیک بودنه، خب باز اون روایت رو زیر سوال میبره. 9 نفر رو جزء کشته شده ها یا شهدای این حادثه نام بردن، ولی توی اعلامیه‌های بعدی فقط 8 نفر رو اعلام کردن و 1 نفر رو از لیست شهدا خط زده بودن. اون آدم اگر اونجا بوده پس چرا اسمش توی لیست نیست؟ اگر نبوده چرا نبوده و چرا اصلا این اتفاق افتاده؟ و اون نفر نهم احتمالاً سرنوشت نامعلومی داشته، حالا یا زنده است، میتونه ذهن مردم رو ببره سمت اتفاقاتی که خب توی تاریخمون افتاده، مثلا تاریخ معاصرمون. چرا یک دفعه این هلیکوپتر از رادار محو شده، هیچ تماسی نتونسته بگیره، نتونسته مثلا پیغامی به هلیکوپترهای اطرافش بده که من فلان مشکل برام پیش اومده، یا بعد از سقوطش سیگنالی نداشته، بالاخره اون سامانه‌های ارتباطی، اون تلفن‌های ماهواره‌ای، خود قطعات محافظتی که روی هلیکوپتر هست چرا هیچ کدوم کار نکرده که یک فرایندی کل ارتباط هلیکوپتر قطع شده، هلیکوپتر یک دفعه افتاده پایین و تمام افرادی که اونجا بودن سوختن. توی تصاویر چند سوراخ هم روی بدنه هلیکوپتر یا قسمت دمش دیده میشه. عصبانیت پوتین بود و احضار سفیر ایران حدود ساعت 10 شب. این احضار سفیر میتونه توش حرف و حدیث داشته باشه، بمبگذاری، خرابکاری، خیانت یا حتی عملیات جمینگ اسرائیلیا. مهرداد بختیاری، عموی پوریا بختیاری، توی یه پست اینستاگرامی نوشت به نام ایران، تکنیسین پرواز خلبان بهروز قدیمی پسر عمه ما بود. این ادعا درست باشه واقعا نقشی توی این سقوط داشته یا نه، یا همش تهمته یا کلی چیز دیگه، واقعا اینا همه باید بررسی کرد و هر کدوم یک پرونده مجزا میتونه باشه. من صرفا این ابهامات رو دارم براتون مطرح میکنم که شما بذارید کنار هم دیگه و ببینید واقعا حادثه اینقدر ساده که روایت میشه نیست. من هیچ چیزی رو نمیخوام تایید کنم و نمیخوام تکذیب کنم. کدوم یکی از این اطلاعات فیکه و کدوم یکیش واقعیه.